عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که دشمن استراتژی ناتوان ساختن ملت و ایجاد بی‌اتفاقی در میان افغانها را روی دست دارد. آقای عبدالله روز سه‌شنبه پیش از نشست شورای وزیران بر رسانه‌ها گفت ممکن بزرگترین هدف دشمن با راه اندازی حمله در چهارراهی دیمزنگ ایجاد تفرقه بوده باشد. شاید هدف بزرگتر دشمن که به او میخواه برسه و او خدا نخواسته سبب ضعف کامل ملت و مردم و کشور میشه، تفرقه انداختن در بین مردم و ایجاد شک و تردید و ابهام است. این در حالی است که داعش مسئولیت حمله بالای اعضای جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل را به عهده گرفته است. در این حال عبدالله میگوید مردم با توجه به چگونگی وضعیت باید خواستار حقوق مشروعشان شوند و میگوید که حکومت برای انکشاف متوازن متعهد به انتقال برق به ولایت‌های مرکزی است و این تعهد در حال عملی شدن است. از اینکه یک مسیر 3 سال قبل تعیین شده بود و همون 3 سال قبل و در اون مسیر هیچ نوع پیش بینی برای امتداد برق برای ولایات مرکزی در نظر گرفته نشده بود و همون 3 سال قبل این مسیر تغییر کرد و در جریان کار حکومت وحدت ملی مسئله رساندن برق به یک واقعیت تبدیل شد به اون مناطق. این واقعیت ها را در نظر گرفته و در عمل وقت و فرصت بتن به دولت افغانستان تا آنچه که حق مردم است و خواست مردم است و حق مردم است و مکلفیت ماست ما بتانیم به او رسیدگی کنیم. جنبش روشنایی در حال بر انتقال برق ترکمنستان از راه بامیان تاکید دارد که کمیسیون برای بررسی مسیر انتقال این برق از سوی حکومت تعیین شده بود و این کمیسیون بهترین و کم هزینه ترین مسیر انتقال برق را از راه سالنگ گفته است.